به نام جانان، همراه همیشگی پنجره آبی در خدمتتون هستیم با موضوع خشم. ابتدا ببینیم خشم چیه و چه کاربردهایی تو زندگی ما داره. خشم یک حس قدرتمند درونیه که ما بهش نیاز داریم تا تجربهش بکنیم. چه زمانهایی ما عصبانی میشویم؟ علت عصبانیتمون چیست؟ زمانهایی که تحت فشار زیاد قرار میگیریم یا زمانهایی که در موقعیت‌هایی که برای ما تهدید جسمی و یا جانی داره، یا زمانهایی که برای ما سدیه برای رسیدن به اهدافمون، و یا زمانهایی که برای ما ناخوشایند و ناعادلانه است، و یا اینکه ارزش‌های ما مورد حمله قرار میگیره. اینا میشه جز خشمای خیلی خوب که ما توی زندگیمون داریم و چه زمانی خشم خطرناک میشه و تبدیل به پرخاشگری میشه و ما باید جلوشو بگیریم.